سلام و درود، خوش اومدین به کانال خودتون. همونجوری که میبینید هوا آفتابیه. امروز من بیکارم، سر کار نرفتم در واقع. به همین خاطر نیاز داریم بالکن رو مرتب کنیم. با من بیاین ببینیم که اوضاع بالکن داخل زمستون چجوری بود و قراره داخل تابستون چجوری بشه. به عجب هوایی. میبینید که بالکن ما داخل زمستون قشنگ شبیه انباری شده. اول که من اینجا خاکای گلدون عوض کردم، خاکاشو همینجوری ریختم. شیشه ها کثیف. این چراغا رو هم که میبینید از زمان کریسمس هنوز آویزون مونده. بچه‌ها که هم اومدن اینجا ماشاءالله سیگار کشیدن همینجوری پرت کردن دیگه. بالکنش یه چیزش خوبه که شیشه‌ایه، یعنی مثل اتاق اضافه حساب میشه موقع تابستون شبا اینجا خیلی حال میده بشینی، چون هوا معتدله، نه سرد نه گرم. چون شیشه‌ای اگه زیادم گرم بشه میتونی درا رو باز کنی. به همین خاطر به عنوان یه اتاق اضافه اصلا میشه ازش استفاده کرد. به همین خاطر الان که هوا داره از ما گرمتر میشه، میخوام اینجا رو تمیز کنم که بتونیم شبا اینجا بشینیم، حرف بزنیم، نوشیدنی بخوریم، حتی مثلا غذا بخوریم اینجا. تابستون گذشته من از این بالکن انقدر استفاده کردم که از اتاق پذیرایی استفاده نکردم. پس با من همراه باشین. اولین کاری که میکنم دو تا از این جعبه ها خریدم که داخل یکیش خاکای تمیز رو میخوام بذارم، خاکایی که استفاده نکردم. داخل یکی دیگه هم این خاکایی رو که استفاده کردم میخوام بریزم و این گلدونای خوش شده رو باید خاکاش خالی کنم. اولین کاری که میکنم این محوطه رو میخوام تمیز کنم. اول باید از شر این گلدونا و خاکا خلاص بشم تا بتونم اسپیس بهتری داشته باشم برای ادامه کار. با من همراه باشین دیگه. بچه دیدین که اینجا رو تمیز کردم. بعد دستکشم هم که میبینین خاکا رو الان جمع کردم، اونجا مرتب چیدم. البته بعدا من قرار یه دونه کمد بیارم بذارم اونجا که خیلی مرتب تر میشه. الان که میخوام میزای اونجا رو تمیز کنم. الان میخوام این سیمای چراغونی که مثل کریسمس بوده بیارم پایین، همزمان اون پرده رو بیارم پایین، چون اون پرده رو هم باید بتکنم، یکم خاک گرفته. همین که چند تا پرده دیگه هم قرار اضافه بکنم، قرار یکم رنگی تر بشه. من قدم بلند دیگه خودتون میدونین، نیاز نیست رو صندلی وایسم، دستم میریزه. خب همونجوری که داخل ویدیو دیدین، سال قبل من فقط اونجا
تای بالکن که آفتاب اونجا صبح طلوع میکنه پرده زده بودم، ولی بعد از ظهر از اینجا آفتاب میزنه. به خاطر اینجا تقریبا خیلی گرم میشد وسط روز. به خاطر امسال میخوام دور تا دور از این پرده های نازک بزنم، ازش آفتاب رد میشه ولی خب به اون قدرتی که از پشتش رد میشه نیست. به خاطر میخوام این دفعه دور تا دور این بالکن رو از این پرده های نازک بزنم. البته رنگی خریدم، سفید داشتم، بنفش و آبی که میخوام یک در میون بزنم تا این بالکن یک کم فضای رنگتری و فضای بهاری تری به خودش بگیره. برو بریم. خب شما همونجوری که می‌بینید پرده ها رو زدم یک در میون، رنگی خیلی خیلی قشنگ شد. الان دیگه اون همسایه‌های روبرویمون داخل بالکنمون دید نداره، احیانا آدم بخواد با شورت چیزی بیاد داخل بالکن بشینه راحت بشینه. من سال قبل از اینا یه دونه خریده بودم که اون وسط آویزون کرده بودم که موقعی که داشتم پرده رو می‌آوردم پایین شاید دیده باشین، ولی امسال دو تا دیگه هم خریدم خیلی باحاله. موقعی که وقتی آفتاب میزنه پنجره بالکن یکم باز باد میزنه، بعد اینا خیلی داخل بالکن قشنگ میشه. بهتون نشون میدم. مشکن صلوات. یا یکیشو میخوام این وسط اینجا آویزون کنم، اینجا دقیقاً آخ جون قدم رسید. این پارسالیه رو همونجا جای قبلیش آویزون میکنم. خب یکی دیگه هم مونده که میخوام اونجا آویزونش کنم. وقتی آفتاب میزنه بعد اینا نوراش همه جا میفته، خیلی باحاله. ماشاءالله به این قد. خوب شد بچه. خب الان پرده ها رو زدیم، اینا رو آویزون کردیم. الان وقتش رسیده که من این کفو یه جاروی ترتمیز بزنم و اینجاش که فرش نیست تو تی بکشم، بعد مبلا رو بذارم سر جاش دیگه. برو بریم. این اون گوشه خونه بود، الان احساس میکنم دیگه کهنه شده. به همین خاطر میخوام بذارم بالکن. به درد بالکن میخوره. اون پایین مثلا خاک بذاری، اینجا گلدون بذاری یا حالا هر چیز روش گلدون بذاری. این دقیقاً مناسب اینجاست. پس اینو میخوام بیارم بذارم اینجا. ببینید این چقدر مناسب اینجاست، یعنی اصلا برای اینجا ساخته شده. در کاملا تا عقب باز میشه. این باعث میشه که من وسایل رو بتونم خیلی تمیز مرتب داخلش بچینم. این خاکایی که استفاده نکردم میذارم داخل این قفسه. این خاکایی که استفاده کردم میذارم داخل این قفسه. این گلدونایی هم که قراره بعداً ازشون استفاده بکنم میتونم بذارم اینجا. خیلی مرتب و منظم. مثلا گلدون داشتم انگار. اینجاست. اینا رو میتونم بذارم اینجا. بعد این بالا میتونم گلدون بذارم، شم بذارم شبا که میشه. آها رسید اونجا چیز دارم، نعنا کاشته بودم. از این بعد مثلا هوای بیرون برای نعنا خوبه. میتونیم اینجا نعنا بذاریم و اینجا چیز دیگه. حالا بذار من اینا رو هم مرتب کنم، باز در آخر نتیجه نهایی رو باز بهتون نشون میدم. این در اصل برای شمه، یعنی داخل شم روشن میکنه. همونجوری که می‌بینید مثلا من داخل خونه گذاشتم، داخل شم روشن کردم. ولی من یه ابتکاری که به خرج دادم، میدونم هنر دارم. یه دونه قوطی رو گرفتم اینجوری بریدم، سرش خم کردم، بعد بغلش سوراخ زدم تا هوا وارد بشه. این دقیقاً اندازه اینه. بعد من تابستونا شبا که اینجا کم هوا سردتر میشه و تاریک میشه، اینو از این اسپریت برنسلی اسپریت یا نمیدونم فارسیش نمیدونم چی بهش میگن، از اینا پر میکنم. بعد شبا که تاریک شد اینجا من اینو میسوزونم. اینقدر پر میکنم. بعد میذارم داخل اینو شبا روشن میکنم. این مثل یه آتش زنده میشه اینجا. اصلا زیبایی خاص خودش داره. انگار یه آتش اینجا رو میذاره میسوزه. حالا بعدن هوا تاریک شد من فیلم میگیرم حتما براتون میذارم. خب بچه‌ها بالکن تمیز شد، آماده رونمایی. قبل از اینکه بریم بالکن ازتون میخوام کانال ابنوس با من رو سابسکرایب کنین، نظریاتتون رو بیان کنین، چون من الان رفتم داخل بالکن دیگه باهاتون حرف نمیزنم. بریم که بریم.